حتما تا حالا براتون پیش اومده که دفتر، کتاب، جزوه یا کاتالوگ تبلیغاتی خودتون رو دادین براتون سیمی کردن. تا حالا خودتون پرسیدین این کار با چه دستگاهی انجام میشه؟ سلام، اینجا کالا تکینه. امروز اومدیم با آنباکس، معرفی و آموزش یکی از محبوب ترین و پرفروش‌ترین دستگاه‌های صحافی بازار، یعنی مدل 9080A. تقریبا توی هر کافینت، لوازم تحریر یا دفتر فنی که رفته باشین یه دونه از این دستگاه‌های صحافی دیدین، مخصوصا این مدلش که خیلی محبوب و پرطرفداره. میریم برای آنباکسش. برای کار کردن با این دستگاه لازمه که در ابتدا دسته دستگاه رو وصل کنیم که اینجا یه پیچ داره. این پیچ رو اول باز میکنیم، بعد دسته رو جا میزنیم و بعد پیچ رو میبندیم. برای سیمی کردن هر برگه‌ای مثل دفتر، کتاب، کاغذ یا هر چیز دیگه ای که بخواید سیمی کنیم، اول باید به صورت برگ بشه. یعنی اگه کتاب هم باشه باید اول با گیوتین مخصوص خودش برش داده بشه که توی محصول گیوتین کتاب اونو مجزا توضیح میدم خدمتتون. و بعد از اینکه برگ شد باید به صورت کاملا صاف و یک دست زیر دستگاه قرار بدیم و تا انتها ببرید داخل که به اون دیواره داخلی دستگاه بخوره و بعد از اون به راحتی دسته پانچ رو میدیم پایین و پانچ براتون به همین صورت انجام میشه. از قابلیتایی که این دستگاه داره اینه که یه خطکش و بونیای متحرک داره که میتونین ازش برای صاف کردن و مرتب کردن کاغذاتون استفاده کنین. و یکی از ویژگی دستگاه خلاص کن یعنی اینکه شما هر کدوم از سنبه ها رو که خواستین براتون سوراخ نزنه و غیر فعالش کنین، این اهرامش رو میکشین بیرون به این صورت تا براتون سوراخ نزنه، که این بیشتر برای کار تبلیغاتی و تزییناتی مورد استفاده قرار میگیره. و قابلیت دیگه که این دستگاه داره اینه که شما میتونید فاصله سوراخ‌ها رو از لبه کاغذ بیشتر کنید. مثلا سوراخ‌هایی که من الان زدم 2 میلیمتر بود، حالا میخوام بکنمش 4 میلیمتر. به این صورت این اهرم رو میدم بیرون و الان فاصله از لبه کاغذ بیشتر شد. و بازم اگه بخوام 2 میلیمتر بیشترش کنم میشه 6 میلیمتر. یه بار دیگه میدمش بیرون به این صورت. در این قسمت هم زباله‌دان دستگاهه که کاغذایی که از سوراخ زدن تولید شده رو نشون میده که میتونید از اینجا خالی کنید. هر بار که میخوایم پانچ کنیم یا سوراخ بزنیم حد اکثر میتونیم 15 برگه کاغذ با گرماژ 80 زیرش قرار بدیم که این میتونه تا 20 برگه کاغذ با گرماژ 75 هم انجام بشه. چرا که قدرت سنبه‌های این دستگاه به همین اندازه که البته جزو دستگاه قوی بازار محسوب میشه. نوع سوراخ‌هایی که میزنید سوراخ‌های دایره‌ای شکل، حد اکثر اندازه‌ای که میتونه براتون پانچ کنه اندازه طول آچار یا همون عرض آسه هست که استاندارد صحافی تو کل جهان و دستگاه صحافی نیست که از این بیشتر رو صحافی بکنه. و نوع صحافی مارپیچه، یعنی شما باید از فنرهای مارپیچ برای سیمی کردن هر چیزی که میخواین استفاده کنید زمانی که دارین از این دستگاه بهره میبرید. به این صورت که باید فنر رو به این صورت از سوراخ‌هایی که ایجاد شده رد کنید که برای این کار دو سطح اولش رو باید با دست رد کنید، ادامهش رو میتونید همچنان با دست رد کنید که شاید 20 ثانیه 30 ثانیه بیشتر زمان نبره. میتونید از فنرانداز نیم اتومات برقی که روی این دستگاه تعبیه شده استفاده کنید که به خاطر سرعت زیادی که داره کار کردن باهاش مقدار سخته، ولی معمولا کسایی که توی دفاتر فنی یا کافینت‌ها زیاد با این ابزار کار کردن دیگه کم کم حرفه‌ای شدن، یاد گرفتن، ولی با دست رد کردنش هم زیاد سخت نیست. همینطور که میتونید از این ابزار هم استفاده بکنید.
برای استفاده از این ابزارم کابل و آداپتوری که در جعبه دستگاه قرار داده شده رو به برق وصل کنیم. و بعد از این دکمه قرمز رو فشار بدیم تا این شروع به چرخش کنه و بعد اینو جلوش میذاریم تا همونطور که گفتم کار کردن باشه مقدار سخته. خب من چند تا اول تونستم رد کنم ولی ادامهش رو جا انداخت و با دست رد کردنش هم اونقدری زمان بر نیست. به این صورت میتونید سیمی کنید. بدنه دستگاه کاملا فلزه، هولوش 11 کیلو وزن دستگاه، 1 سال گارانتی داره، یکی از جون‌ترین دستگاه‌های صوافی بازاره. این دستگاه تولید کشور چین هست. ما در فروشگاه کالارتکین مفتخریم دستگاه صوافی مارکیچ مدل 980 ای رو با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت در اختیار شما مشتریان عزیز قرار بدیم. برای خرید این دستگاه میتونید هم به صورت تلفنی با ما تماس بگیرید، هم میتونید از طریق سایت ما خرید اینترنتی کنید. ارسال به سراسر کشور داریم، ارسال به مناطق بی‌دوگانه تهران هم داریم، پرداخت در به منزل در تهران هم داریم. تا ویدیوی بعدی، یا علی مدد.